ببینید امروز مردم با استقبال قهرمان ها آماده است. در صحیفه تاریخ کمپوی جمهوری تاجیکستان یک و یک باره 4 مدال به خزینه ورزشی تاجیک وارد گردیده است. با قول دیگر شیران تاجیک در قهرمانی جهانی کمپو توانستند که یک و یک باره با گرفتن 3 مدال طلا و 1 نقره مشرف گردند. حالا که یار دوستان و حتی ما چپتا با پرواز داریم اما استقبال از قهرمان ها میکنیم. باوری دارم که در فرودگاه بین المللی کشور با این پرچم های تاجیکستان یک کفکوبی صمیمی به خاطر قهرمان ها میشود. مخلصان عزیز باور کنید رهبر فدراسیون کمپوی تاجیکستان اینا بیزا جان ببید برای هرچند در پهلوی شاگردان نبود اول مژده قهرمانی چه علیشیر چه رسلان ضربه های تاجیکانه آنها بار دیگر توانست که جهان کمپو را به لرزش در آورد و یک بار دیگر تهمتنی دلیری شجاعت و مردانگی مردم تاجیک را نشان دهد. حالا که ما پرچم جمهوری تاجیکستان داریم و پیشوای معظم ما که دائما ما را با متحدی سربلندی و سرفرازی دعوت میکند باوری دارم در این فرودگاه با صدای پیشوای معظم کشور عباره های زیبا در یک جایگی میگویم تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان. سربازا در اونجا هستن سرباز هستن. من باوری دارم یک نوای زیبا به خاطر قهرمان ها در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه یک نوای زیبا میکنیم. مرحمت. مبارک شاد. مرحمت چمپیون. مبارک شاد.